شفاخانه کارتیسی مملو از کودکان و افرادی بود که بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی شده بودند. با فراهم شدن آتش بس مقطعی میان گروه‌های مسلح درگیر، مردم جنگ زده غرب کابل با پای پیاده و با استفاده از ابتدایی ترین وسایل نقلیه از مسیر 40 ستون و گذرگاه به سمت مرکز شهر و مناطق نسبتاً امن مهاجرت کردند. اما بسیاری از مردم نیز بودند که توان خروج از منطقه جنگ را نداشتند. سرگردان لالوان است. چی کنیم کجا بریم؟ چی کنیم کجا بریم؟ این طرف سرپناه جایی نداریم؟ نه جایی نداریم. یک در تایمانی خانه یک مشترک و ماجر از همونجا میگم از بدید چگیری همونجا میرم. کجا بریم؟ از این آسمان خدا کجا بریم؟ تمام ملیشایی که هستن اینجا هست قندار هستن، کلش قندار است، عزیز اسلامی هستن، همراه ازبکا. وقتی که ما دیدیم بسیار با حالت خراب زبانای ما گنگه شد، ما هیچ چیز گفته نتونستیم. همین میگفت اینا رو بکش، ما رو از اولی کشید و مولای ما رو چور کرد. تمام دارایی مردم همشه با کاماز آوردن جای کردن بردن طرف چهار آسیاب. از کجا ما شما در جان؟ از کابیچار. از کابیچار. کابیچار. این وضع ما خراب بود. مردم در چی وضع بوده؟ خود شما مردم دیگه بیچاره. کلگی آدم این طرف داری بود. کلگی. سالین افغانستان در باد شد. خاک بخاب شد. مردم زندگی نو. دو تا چی وسط داد دیگه مال بچی یا بچی گم شده. گم شد همونجا. نه زندگی گم شد. یک تا سه ماه. بخیر رسیدیم. بخیر است. از کارتیسی. در چی وضع شما مردم دیگه هست؟ این نمیتونین سرسبیل. آره سکال زبان یهود. هیچ مردم. کی یک خونه 8 نفر مرده. یک بچه بابیش گفتن او مسلمان ها چه کار کنم؟ مردم نتونست کشیده. نه زخمی خود کس کشته میتون نه مرده خود. این طفل ماسیم در بغل ما این سرگردان این شش کشه برآمدیم. پلوان با پلوان. اینا که بریم 6 بجه صبح برآمدیم. این حال ماست.
های اول چیش بسیار آلوده بود. چهار بود. اینجا بسیار بود. کجا کشیدیم کدام چیزی مال خانه را؟ مال خانه را کشیدیم سه. مال خانه را کشیدیم. خانه مانده دیگر رو ندیدیم. دیگه آمدیم به لیک خدا چی میکنه خدا. خانواده را ولی قبلا کشیدیم سه. خانه ما دین روز راکت خورده. تکه تکه شده. بریم نال در کدام مکتب در کدام اداره رسمی بشینیم دیگه کار نیست. مردم جنگ زده کابل به هر سو آواره و سرگردان شدند. آنهایی که توان خارج شدن از شهر را داشتند گروه گروه به کشورهای ایران و پاکستان می رفتند تا به جمع میلیون ها مهاجر افغان دیگر بپیوندند. به خاطر راکت، به خاطر جنگ، به خاطر بینانی، بیاوی و می خاطر میریم دیگه، به خاطر دیگه چیز سنه میریم. طفلای خودم میکشیم از این وطن ما جنگ زده شد دیگه. فقر، بیچارگی، غربت، بی مکتب، بی سواد، اولاد ما مکتب میخواه، نان میخواه، لباس میخواه، اصلا خانه نداریم، فرش نداریم، سقف نداریم، زمستان شده می مواد نداریم که ما استعمال کنیم. چیز راکت علاقت مردم، چیز اوان، چیز زمستان آمد، خرج خوراک مردم نداره، از این خاطر است که یعنی ویرانی رسای کنه خدا درست تمام زندگی ما رو بود. هیچ چیز نمانده است. چی زندگی ما رو چی برسد؟ کوته سنگی است. تمام من 150 سال زندگی ما رو برسد خدا درست. یک سرزنجی برای من نمان، حتی یک سرزنجی نداشتم فرش کنم. چی کنیم سر؟ چی چاره غیر صبر خدا. یک سرچو برای من نمانده است. نمیخوانه. کدام قسمت گفتیم بود خانه؟ نمیخوانه. نمیجسد. شما خانه‌تون کجا؟ خانه ما در پولی خانه دمیا بود. ما وزیر همسایه بودیم. حالا کجا رفت؟ حالا خیرخانه ما داشتیم. کل مردم ما موجه هستیم. اینجا ما پشت چی میای؟ والا آمدیم خانه را دیدیم که شناخته نمیشه. هیچ چیز برای نمان تا ملخه که دروازه ورسی هیچ چیز نمانده. هزاران کودک یتیم و بی سرپرست با وجود آزار و اذیت نیروهای تفنگ به دست با جمع‌آوری تکه چوب‌های کوچک از میان ویرانه‌های کابل اندکی از سوخت مصرفی خانواده‌های فقیرشان را تامین می‌کردند. چی پیدا میکنی؟ چوبو پیدا میکنی؟ ها؟ خانه تان در کجاست؟ خانه ما پشت چیستم. کجا؟ چمن. پشت چی میگرده؟ این یک دو اگر چوب هیچ نداریم نتیر از پدرم در این وقتا چشمش کور شده. در کجا؟ چرخ خود چشمش بیخ کور شده است. بیادر جوان ندارم، یک مست مادر مرد جای میره کالاشوی میکنه، هر کار میکنه. ما خود ما نکنیم پدرم چشمش کور است، ما پیدا نکنیم خیلی کنه بخش. ما خود مادر مرد جای کالا میشه، کالای مردم جمع میکنه بخش ما میاره. چی کنیم دیگه؟ مثل دنیا در بدر کلاگی اینی بچه ما کاکای ما پدر شهید شده اینی بیادرم خلاص. خانه تو میشه که یک کار نمیکنه؟ نه دیگه کسی نیست غیر ما. اینجا خدا گفتم میایم دیگه هر جا خرابستی آمودیم. هر روز میایم یا خرابی ها؟ نه هر روز نمیایم. این 2 جمعه بعد 1 جمعه بعد ما میایم. اینجا چوب که ببرین پوستان باز دورتان میتن؟ پوستا دور ما میتن میزنی ما را. ما را؟ ما را شما را که میبرین؟ میزنی ما را. اون روزا بیادرک مگرب زدک. بیادرک زدک؟ بینیم. بخاطر که چوب این میده اونو جمع میکنیم که باش که پرده ما شد. این دلمی پوستا کلش دار میتا بوجیگه که بیادر مخالی که بچه کاکای ما چی بوجیگه خالی که زدش که خنداق برو دیگه. این بیادر کدام بیادر زده؟ نه این هم زده تو را مردوشانه. بخاطر که همین چوبک ها را جمع میکنیم، سوختگی ها را جمع میکنیم دیگه.
این کودکان برای حمل تکه چوب‌ها و یا بوته‌های سوخت مجبور بودند به افراد مسلح ارمنطقه مبلغ را باج دهند، در غیر آن مورد لطکوب قرار می گرفتند و یا آنان را به داخل پایگاه نظامی خود می بردند و مورد آزار جنسی قرار می دادند. Kim hasta mı? Kim hasta bu var? Sen de giriyorsun. Diye şarkı değil mi daha güzel? Sen giriyorsun. İki arkadaş giriyordu. Kanka hesap giriyordu maçta. از این بچه هم 500 گرفتی؟ با هم که دیگه کار نکنه نیست. نه در پوستان داره نمیگیشن؟ بچه های پوست هستن اینا؟ بچه های خط حیوان هست کلو. روز جنگ میگیشن نمیگیشن؟ این بچه های خط حیوان؟ ما دیدیم پنشیری ها نیست؟ پنشیری نیست بیاد هم؟ پنشیری ها کس با میری یک قیش خلاص الله کردیم که دلت باشه. بهتر است بچه کی هست؟ حوزی حیوان. حوزی حیوان. Allah